قریه کلالا، قریه‌ای که نامش با صنعت سنتی کلالی گره خورده است. در این قریه هنر شکل دادن به گل هنوز هم نفس می کشد. هرچند امروزه از تنوع گذشته در تولیدات این قریه خبری نیست، اما تنور و جک همچنان یادگار هنری هستند که سالها با نام قریه کلالا شناخته می شود. باشندگان محل می گویند که این حرفه را از پدران و نیاکان خود به میراث برده‌اند و با وجود کاهش تقاضا، دشواری‌های بازار و نبود مکان مناسب هنوز هم تلاش می کنند که این هنر و منبع درآمد خانوادگی را حفظ کنند. در زمان سابق که بود در قریه ما کارخانه های کاسه سازی و گلدان و تاغاره به خاطر خمیر کردن آرد و چیزا که استفاده می شد خیلی زیاد بود، اما متاسفانه حالا فقط خیلی کارخانه محدود باقی مانده که فقط همین دو قلم باقی مانده که فقط تندورسازی است و جگ به خاطر شیر، جگ زدن شیر گاو که استفاده میشه، این دو باقی مانده. و دلیل این که مردم از این چیزا استفاده نمیکنه، از این کاسه ها و گلدان های صنعتی داخلی خود ما که استفاده نمیکنن، این است که زیادتر توجه مردم به اموال خارجی مثل چینایی و پاکستانی که وارد میشه داخل افغانستان، زیادتر از اونها استفاده میکنن و توجه زیاد نمیکنن به صنایع داخلی خود ما. خواست ما از دولت اینمیست که ما اگر برای ما کمک کنن، کمکی که ما جای نداریم فعلا دمی میبینن خودتان که در خانه کار نیم، اگر یک جای کارخانه برای ما بدن دیگه، اگر کمک مالی اگر نمیتونن دیگه همین کمک اگر بتونن هم ما ازشان سپاسگزار میشیم. در همین حال مسئولان در ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت غزنی از بهبود بازار کار و در نظر گرفتن مکان مناسب در پارک های صنعتی برای این صنعت سنتی خبر میدهند. کلالی یا په ټولو کې دغه د لاسي صنایعو برخه یو خورا تاریخي مخینه لري او په غزني کې له پخوا رواج و چې خوشبختانه ځینې لا اوس هم سته دي، ولی په ټولو کې د غزني سیمه ییزه اداره او اړوند ریاستونه په دې هڅه کې دي تر څو د کلالۍ دغه صنعت لا وده ورکړي او د هغوی لپاره لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. انشاءالله زه باور لرم چې په غزني کې د صنعتي پارک په جوړولو پرانیستلو سره به د دوی له غوښتنې سره مطابق دوی ته هم په صنعتي پارک کې یا په ثقیله او یا خفیفه کې جای ورکړل کیږي انشاءالله. صنعتگران می گویند که در قریه کلالا حدود 30 کارخانه کوچک تنورسازی و 40 کارخانه جکسازی باقی مانده است، اما همین تولیدات نیز روایتگر هنری است که سالها و نسل به نسل در این سرزمین دوام یافته است. هنری که به گفته مردمان محل اگر مورد حمایت قرار گیرد می تواند همچنان بخشی از هویت فرهنگی و منبع درآمد مردم قریه باقی بماند.